سلام مخلص، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من سهیل هستم و اینجا چنل سویل. خوش اومدین. حدودا یه ماهی میشه که چت جی پی تی مدل 5 ورژن 5ش اومده و ما امروز میخوایم بریم که تستش کنیم، ببینیم داخل بازی سازی چجوری عمل میکنه. که والا من تا جایی که شنیدم گفتن داخل برنامه نویسی و اینجور چیزا، برنامه نویسی حوزه وب و نمیدونم بازی سازی و اینا که خیلی بهتر شده. بریم ما هم دیگه ببینیم. تا جایی که من یادم میاد پس زمینش باید عوض میشد، ولی حالا اوکی. چت جی پی تی ورژن 5. من والا امروز میخوام فقط بگم حدودا 5 تا بازی بهش بگم که بسازه. 5 تا بازی هم که میخوام بگم رنک بندیشون کردم که این قسمت میتونیم ببینیم. بازیایی که من میخوام بهش بگم بسازه، یکیش ماریو هستش، سوپر ماریو، که حالا از قدیم همه میشناسنش بودن دیگه، کلا صنعت گیم حدودا اینطوری استارت زدن. اولین بازی سوپر ماریو هستش. دومین بازی که میخوام بهش بگم ماربازی هستش که احساس کردم یکم سخت‌تر باشه من. بعد بازی سوم ماینکرافت هستش و بازی چهار رو میخوام جی تی وی رو بهش بگم بسازه. بریم ما هم ببینیم. بازی اول همون ماریو رو میخواستم بهش بگم که چجوری بگیم One eternity later. خب من زیاد پرامپت منظور شلوغی نمیدم و میسپارم به خودش که ببینم خودش چه سلیقه‌ای داره، چی میسازه. بهش نوشتم یه بازی سوپر ماریو بساز به سلیقه خودت، ببینیم چه بازی تحویل میده. الان موقع رایت کد من دارم میبینم که یه چیزی اضافه شده به اسم ران کد که قبلا من مجبور بودم تمام اینا رو برشون دارم ببرم یه جای دیگه استفاده کنم، مثلا توی یه کامپایلری بذارم و دوباره اون بخونه تا واسه من نشون بده چی ساخته. ولی اینجا یه دکمه ران کد آورده، احتمالا خودش بتونه باز کنه و تا جایی که من میفهمم برنامه‌نویسی وب داره انجام میده، HTML CSS JavaScript، که ببینیم چی میسازه. خب پیغام بردی و باختی رو داد که احساس میکنم یه کم کم قراره تموم بشه و آره آفرین تموم شد. ساختمش بازی توی همون صفحه کنار چت بازه، با جهت‌ها حرکت با اسپیس یا زد بپر و پرچم برسی تا ببری. خب ران کد رو بزنیم ببینیم خودش چجوری ران میکنه واسمون. اوه ماشاءالله. ببین چجوری حرکت میکنه، قضیه چیه؟ این اصلا حرکت نمیکنه که. اول بازی اومد پایین یه بار، ولی دیگه قضیه چیه؟ چی شده؟ احساس میکنم اینجا مشکل داره. بذاریم کپیش کنم یه جای دیگه، خودم فایل HTML بسازم، خودم تستش کنم ببینم اوکیه. One eternity later. خب من کد رو یه جای دیگه رایتش کردم تا با هم دیگه ببینیم. شاید مشکل از اونجا بوده، شاید از ران کدیه که اونجا داده. نه اینجا هم همونه، انگار که آره اینجا هم همونه. اول دقت کنین یه بار میادش پایین. نه من یکم کنترل اینا زدم بالاتر موند. بذار سریع بزن. آها این ولش میکنم میره پایین دیگه، جاش نمیمونه. من به چیزی این بر دست دادم، احساس میکنم یه چیزی رو دادم خرابش کردم. آره یه حدودی کار میکنه، ولی یه زمینش یه جور باطلاق طورن که وقتی به جایی میخوری تو رو میکنه داخل، میبره داخل کم کم و بعد از یه مدت هم دیگه کلا بازی اوکی نیست دیگه، کار نمیکنه. همه این سوپر ماریویی که ساخت از 1 تا 10 اوکی بودش، چیز جالبی بود، ولی اینکه روی زمین از یه طرف نمیموند و از یه طرف هم که کلا بازیش
یه جوری چجوری بگم گرافیک درستی نداشت، کرکترش اصلا شبیه سوپر ماریو نبود. به خاطر اون من به این بازی از 1 تا 5 نمره 4 رو میدم بهش، چون اوکی بودش. حالا زیاد سختم نمیگیرم واسش. یه نیو چت میسازم که اصلا به ماریو ربطی نده، دوباره بهش میگم که این سری واسه من ماربازی رو بسازه. خب بهش گفتم یه ماربازی بساز به سلیقه خودت، همونطوری که به ماریو گفته بودم بسازه، این سری گفتم ماربازی رو بسازه که شروع خطاش هم کرده که پایتون هم داره مینویسه. ران کدش انشالله درست کار کنه واسمون، وگرنه من پایتون کامپایلری ندارم واسش. ران کدش رو بزنیم ببینیم چجوری کار میکنه. بهش بگم کد وب بزنه واسمون، HTML CSS JavaScript. خب ببینیم چجوری کار میکنه. خب کدش تموم شد، آماده است به نسخه وب HTML CSS گذاشتم، قابل اجرا و پیشنمایش. ببینیم چجوریه، چی ساخته واسمون. خب صفحه اول واسمون کلیدهای جهتدار WASD و اسپیس برای توقف بازی توقف نباید داشته باشه، R برای ریست، اینتر برای شروع. خب به در دیوار که میخوریم میمیره، این عجیبه ولی اوکی. اینتر هم که اصلا نمیدونم چرا کار نمیکنه واسه شروع. میدونم از این بالا میزنم چرا کار نمیکنه. یه بار کار کرد اصلا دیگه کار نمیکنه. میره مستقیم میخوره به در دیوار، دیگه هم وای نمیسته جوش. خب خودش رو بهتره که ببرم یه جایی خودم بذارمش، که داخل کامپایلر خودم بذارم، احساس میکنم بهتر باشه. اینجا اصلا تا جایی که من فهمیدم ران کد خود چت جی پی تی زیاد درست کار نکرد، تا جایی که من چیزی فهمیدم. خب دکمه جهت دارم که کار نکردن، تا اسپیس هم دارم توقف کردش دیگه. خب احساس میکنم باید با همین چیزا برم. این نه، این یه بار که تمام میشه احساس میکنم خراب داره کار میکنه. خب با کلیدهای سمت راست کیبورد اونجوری که میگفتش با WASD کار نمیکنه. خب این امتیاز دهیش که درست کار میکنه. خب و سرعتش هم که رفته داره زیادتر میشه، و اگر بخورم به خودش چی میشه؟ چه جوری میشه؟ بذارین دوباره اجراش کنم. این که اصلا نمیخوره به خودش، نمیخوره هنوز نمیخوره به خودش. وقتی که آره همونه. خب خوب ساختش، ولی که یه بار تمام میکردی مشکل میخورد، یکم اذیت کننده بود. ولی حالا اینم عین همون ماریو میشه حدوداً. بخوایم از 1 تا 5 بهش نمره بدیم، من نمره 4 رو بهش میدم، که دیگه گرافیکش یه گرافیک عادی بود از یه طرف دیگه هم فقط مشکلش این بودش که یه بار تموم میشه دیگه نمیشه مثلا دوباره اوکیش کرد، و من نمیخوام دوباره بهش بگم که چی بساز، بهش بگم چیزی رو تصحیح کن، چون تصحیح کردن این میشه سلیقه من بهش گفتم با سلیقه خودت بساز. بریم واسه کد بعدی. بازی بعدی ماینکرافت رو میخوام بهش بدم، که بگم یه بازی ماینکرافت بساز. خب بهش گفتم یه بازی ماینکرافت بساز به سلیقه خودت با HTML CSS و جاوا اسکریپت. ببینیم که چی میسازه واسمون، چه کدی میسازه. خب عجیبیش اینجا بودش که استایل دهیش خیلی زود تموم شد و احتمالاً گرافیک خوبی نباید داشته باشه، ولی جاوا اسکریپتاش که واسه عملکرد کاراکتر و اینا استفاده میشه خیلیه.
احتمالاً از نظر عمل کردی چیز درست و خوبی بسازه، ولی از نظر گرافیکی فکر نکنم زیاد چیز خوبی بسازه. خب تموم کرد. حالا ازش کد رو بگیریم و این سری چیز رو نیاورد، این سری ران کد رو نیاورد. کپیش میکنم و داخل کامپایلر خودم پیستش میکنم ببینیم چجوری میشه، چی در میاد. ماینکرافت وب نسخه ساده، پرش راست کلیک مساوی قرار دادن، اسپیس مساوی پرش، راست کلیک مساوی قرار دادن، حرکت هم که ای و دی. خب اینا چجوری کار میکنه؟ استارت قضیه کجاست؟ من چیکار قراره بکنیم؟ کاری نمیکنه اصلا. بذار بهش بگم، اینو بذار بهش بگم دیگه. این واقعا کاری نمیکنه. اگر بخوایم به این نمره بدیم باید نمره 1 یا یکم که نه دیگه، چند تا متن نمیشه، 0 دیگه. این کار نمیکنه. اوکی دادمش. این کاری که دادم بزرگ بوده، ممکن مرورگر گیر کنه. اوه از مرورگر یعنی میتونه باشه؟ فکر نکنم. ولی اوکی. خب که این نسخه میتونیم روی بروس ها کلیک کنیم تا یا خاک بذاری و برداری. این عجیبیش اینجاست که خیلی کوچیک زد کد این سری و کلن 71 خط شد. ببینیم. خب آها اینجا باید میتونی نقاشی کنی، یه جور نقاشی، حالت انگار مثلا داری ماینکرافت داری میدی که مثلا خاک رو برمیداره به جاش نمیدونم درت میذاره، درت رو برمیداره خاک میذاره. اصلا هم شبیه به ماینکرافت نیستش. حالا واقعیت بخوایم تست کنیم، بذاریم من کد قبلی رو یه بارم تستش کنم. این سری این کد قبلی 589 تا خط زده بود. این اصلا نه، هر جا کلیک میکنم مثل اونم حتی نیستش، هیچ کاری نمیکنه. خب ماینکرافتش هم که والا حرفی واسه گفتن نداشت. من تا جایی که والا تونستم بهشم کمک کردم، گفتم این کار نمیکنه وگرنه میتونستیم نمره 0 رو بهش بدیم. من الان چون قابلیت این که حتی کلیک میتونستیم کنیم و درسته که شبیه ماینکرافت نبود ولی میتونستیم کلیک کنیم یا رنگی عوض میشد، 1 میدم دیگه، از این بیشتر نمیتونه بگیره. باز اگر قابلیتی داشته که حداقل WSD یا کلیدهای نماینگر سمت راست رو، نمایش سمت راست رو حداقل تکون میداد، یه کاری میگرفت ازشون، خوب میشد، ولی هیچ کاری نکرد. و بهترین بازی که قراره بهش بگیم GTA 6 رو، GTA V رو بسازه. بگیم نه. خب بهش گفتم GTA V رو برامون بساز با HTML CSS JavaScript. ببین چی میسازه واسمون. عالی. یه نسخه ساده و قابل اجرا از بازی GTA V، خیلی مینیمال، نمای بالا، ماشین قابل هدایت میسازم واسه. اوکی ببینیم چی میسازه واسمون. خب تموم شد و بریم که اجرایش رو ببینیم چجوری ساخته واسمون. خب به این شکلی گیمی ساخت که به در و دیوار خونه ها که نمیشه خورد. مثلا الان اینم ماشینمونه که با WSD کار میکنه. سرعت رو هم که اینجا نشون میده بهمون که الان سرعتش مثلا از 60 تا بیشتر نمیشه سرعتش. اینا نمیدونم چی هن. امتیاز نه، تعداد پیاده ها 10 تا. توضیحات کامل. شهر ساده و خانه ها همون موانع. پیاده ها حرکت میکنن و برخورد امتیاز کم میکنه. قابل توسعه، سلاح، نقش، مأموریت. من وایسیم بکوبم ببینم. امتیازی نداشتیم که بخواد کم کنه، ولی یه چیزیش خوبه این که حداقل WSD رو از یه طرف کار داده، استفاده ای کرده. یعنی که باگ‌هایی هم که داریم میبینین، رفتن داخل موانع آدما. و از یه طرفی هم که کاراکترش سایه داره. زوم میشه؟ یعنی یه سایه ای داره اینجا.
آره خلاصه اینو احساس میکنم خوب ساخت. این حداقل 3 از 5 رو باید بگیره به نظر من. 3 از 5 امتیاز خوبیه. ولی حالا میخوام واسه اونایی که تا اینجای ویدیو با همون بودن یه سورپرایزی دارم واسه. میخوام بهش بگم این سری کال آف دیوتی 3 بعدی واسمون بسازه. کال آف دیوتی 3 بعدی فکر نکنم بتونه بسازه، ولی بگیم ببینیم. خب بهش گفتم یه کال آف دیوتی 3 بعدی بساز که حداقل حرکت کنه با HTML CSS جاوا اسکریپت. حرکت کردن رو اصلا خیلی چیز ضایعیه که مثلا توی اینجور بازی حرکت کردن نداشته باشه. مثلا داخل ماینکرافت اصلا حرکت کردنی نداشت. حالا نمیدونم ماینکرافت رو شاید به چشم خلاقیت و ساخت و سازش دیده، که حالا ببینیم داخل کال آف دیوتی که داره میسازه چجوری قراره بسازه اینا. والا خب بازی که میخواستیم رو ساخت. اگه خواستیم هم میتونم اضافه کنم خشاب و ریلود. نه اونا رو که یه خودت اضافه نکردی دمت گرم. خود رو بازش میکنیم. نسخه آموزشی مینی 3D FPS. حرکت کن، کلیک چپ، شلیک WSD کلیک همونه دیگه منظور. خب صرفا دمو هم نوشته اون بغل که شروع رو میزنم کاری نمیکنه دوستان. الان من دارم شروع رو دارم میزنم ولی کاری نمیکنه. خلاصه دمتون گرم که این ویدیو رو با من دیدین. خلاصه من امتیازی که به اینا میخوام بدم، به این بازیایی که ساخته میدم، از 1 تا 5 رنک بندیشون میکنم و این قسمت مینویسم واسهتون که رنک اولی که من بهش رنک خوب رو میدم که منظور چیز خوبی ساخته. یا کلا که اول آخر رید دیگه چیز خوبی نداشتش واسه ارائه، ولی به نظر من بازی ماربازی که ساخت از همه بهتر بود و داخل رنک 1 قرار میگیره. بازی بعدی ماریویی که ساخت. ماریو هم چیز خوبی بود، درست ساخت، فقط یکم باطلاق حالت بود و گرافیکش زیاد اوکی نبود، ولی سیستم امتیازبندی و اینا داشت که نظر من چیز خوبی بود. به نظرم اونم رنک 2 برانزنده شد. رنک 3 GTA V که ساختش حداقل قابلیت حرکت داشت، یه مانعی داشت، یه آدمی داشتش که بخورم بهشون امتیازم کم بشه. اینم رنک 3 رو برازنده شه. به نظر من چیز خوبیه. بعد اون دیگه رنک 4 و 5 تعریفی ندارن. رنک 4 که به نظر من میرسه به ماینکرافت که فقط کلیک میکردی، اونم کمکش کردم بهش گفتم مشکل داره، کلیک میکردی رنگ سبز میشد قهوه‌ای میشد سبز. این چیز خاصی نداشت. بعد میرسیم به کال آف دیوتی که من ساختم. کال آف دیوتی که ساختیم کلا اصلا این شور بازیش گیر کرد دیگه کاری نمی‌کرد. خلاصه چیزی واسه ارائه نداشت. خلاصه که دمتون گرم که این ویدیو رو با من تا آخر دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. با سابسکرایب و لایک که انجام میدین و اگر تونستین واسه حمایت مالی لینک دونیت که داخل پروفایلم دارم رو میتونین استفاده کنین. تمام اینا انرژیایی هستن که به من کمک میکنن تا من کانتنت های بهتری بسازم، محتوای بهتری ارائه بدم واسهتون. دمتون گرم که باز بودین. خیلی ممنون. بدرود.